آموزش ساخت کانفیگ رایگان با حجم نامحدود و مدت زمان استفاده نامحدود همراه با بهترین پنل مدیریتی کانفیگ و بهترین لوکیشن. سلام رفقا، من علی هستم و اینجا کانال گوشین و ترفند. هر روز یا هر هفته کلی ویدیو آموزشی از هر سبکی گذاشتم و میذارم، مثل فیلتر شکن رایگان، ترفند موبایل، سرور مجازی رایگان، آموزش ادیت، آموزش 0% یوتیوب گذاشتم و میذارم. برای حمایت دکمه مشترک شدن یا سابسکرایب رو بزنید. یادم نرفته اینو به شما بگم، لایک و کامنت شما باعث میشه فیلم وایرال بشه تا افراد بیشتری بتونن این کانفیگ رو برای خودشون بسازن. همین اول ویدیو به شما بگم این فیلم آموزش ساخت کانفیگ رایگان هست. داخل این فیلم آموزشی میخوام دو روش متفاوت ساخت کانفیگ رو به شما یاد بدم. اولین روش آموزش ساخت کانفیگ روزانه نامحدود رایگان. دومین روش آموزش ساخت کانفیگ ماهانه یا چند ماهه نامحدود و کاملا رایگان. اما این روش یه ویژگی خوبی داره که پنل مدیریتی داره که جلوتر به شما توضیح میدم که چی است و چه کاربردی برای شما داره. اما اولین بحثی که مورد نیاز هست وجود یک تلگرام هست. درست فهمیدید، یک ربات تلگرام. لینک ربات تلگرام رو داخل دیسکریپشن گذاشتم. وقتی روی لینک بزنید وارد همچین صفحه‌ای میشید و فقط کافیه دکمه شروع یا استارت رو بزنید. از اینجا به بعد هر کاری که گفتم شما باید انجام بدید. خب اول از همه وقتی وارد شدید دکمه خرید سرویس رو بزنید. اما توجه کنید، ما می‌خوایم روش ساخت کانفیگ رایگان رو به شما یاد بدیم. خب حالا گفته داخل این دوتا چنل جوین بشین. خب ما روی چنل ها کلیک میکنیم و دکمه پیوستن رو میزنیم و بعد تایید رو میزنیم و میایم بیرون و دومین کانال رو جوین میشیم. خب روی دومین کانال هم کلیک کردیم و حالا دکمه پیوستن رو میزنیم و برمیگردیم عقب و تایید عضویت رو میزنیم. به همین راحتی عضویت شما داخل ربات تکمیل شد. بعد از دکمه شروع خرید سرویس رو بزنید. اما توجه کنید ما میخوایم روشی کاملا رایگان رو به شما آموزش بدیم. خب بریم برای اولین روش، سرویس روزانه رایگان یا کانفیگ روزانه رایگان نامحدود. روی سرویس روزانه میزنیم، روش کلیک میکنیم. خب حالا اینجا دو تا دکمه شیشه‌ای برامون میاد، سرویس روزانه رایگان عمومی و سرویس رایگان اختصاصی. ما با این بخش اصلا کاری نداریم چون که اصلا به درد نمیخوره. خب برگشت رو میزنیم و دوباره سرویس روزانه رایگان رو میزنیم و سرویس رایگان عمومی رو میزنیم و داخل این چنل کلی کانفیگ رایگان گذاشته شده، هر روز آپدیت میشه و ما میتونیم این کانفیگ ها رو کپی کنیم و داخل ویتور انجی بزنیم و از این کانفیگ ها استفاده کنیم. خب بریم برای دومین روش. روی خرید سرویس اول نزنید، روی افزایش موجودی بزنید، دکمه زیر مجموعه گیری رو بزنید. اینجا به شما یه لینکی داده میشه. این لینک رو باید همراه این فیلم برای دوستاتون بفرستید تا اونا عضویت خودشون داخل این ربات رو تکمیل کنن. دکمه دریافت بنر رو میذاریم و اینجا یک لینکی برای ما داده میشه. این لینک رو کپی میکنیم و برای دوستامون میفرستیم و از اونا میخوایم داخل این ربات جوین بشن تا بتونید شما یک کانفیگ رایگان بگیرید و دوستتون هم یک کانفیگ رایگان بگیره. اما دقت کنید، هر دوستی که دعوت کنید 10,000 به شما هدیه داده میشه که میتونید سرویس رایگان بخرید. خرید سرویس رو میزنید و میبینید که اینجا چند تا لوکیشن خوب داره، فنلاند، آمریکا و آلمان. حتما دکمه آمریکا رو، لوکیشن آمریکا رو انتخاب کنید چون که فیلم آموزشی بعدی فیلم آموزش ساخت شماره مجازی رایگان هست که به این لوکیشن خیلی نیاز داریم. پس روی لوکیشن آمریکا کلیک میکنیم و اینجا نوشته 1 ماه، 2 ماه و 8 ماه که میتونید اینها رو کاملا رایگان دریافت کنید. خب ما 1 ماه رو انتخاب میکنیم و اینجا نوشته تک کاربره این مقدار و 2 کاربره این مقدار و 3 کاربره هم این مقدار لازم هست. ما تک کاربره رو انتخاب میکنیم و روش کلیک میکنیم. خب حالا با زدن دکمه تایید سفارش و دریافت سرویس میتونیم این لوکیشن و این کانفیگ رو کاملا رایگان بگیریم. اما قبلش باید دکمه زیر مجموعه گیری رو بزنیم تا بتونیم این کانفیگ رو بگیریم و اون مبلغی که نوشته رو کاملا رایگان پرداخت کنیم. و اینجا هم نوشته 30 روزه و 1 کاربره و نامحدود. خب اینجا هم که میبینید سرویس های من قسمت پنل مدیریتی است که من این سرویس رو قبلا خریدم که با لوکیشن آلمان هست. اما من لوکیشن جدید میخوام آمریکا بخرم. شما هم حتما باید آمریکا بخرید برای آموزش شماره مجازی رایگان. خب اینجا فعال نوشته و پروتکل نوشته و نوشته چقدر حجم کانفیگ است و چقدر مصرف کردم و تعداد روزی که باقی مونده از این سرویس کانفیگ.
و اینجا دیگه بحث دیگه نمیمونه و قسمت مدیریت رو روش کلیک میکنیم و به اینجا وارد میشیم. روی دریافت کانفیگ میزنیم و اپراتور مورد نظر خودمون رو انتخاب میکنیم، ایرانسل یا همراه اول، تا کانفیگ به ما داده بشه. بستگی به اپراتور شما داره یا خط شما داره. خب کانفیگ رو کپی میکنیم و میریم داخل ویتوره اجرا میکنیم و مصرف میکنیم و برگردیم عقب و باز هم نکته های دیگه این پنل رو به شما آموزش بدم. خب وارد پنل میشم و مدیریت. از بخش های دیگه جذاب این پنل میتونم به این دکمه اشاره کنم که اگه کانفیگ رو دادید مثلا به خانواده یا رفیق، با زدن این دکمه کانفیگ جدید ساخته میشه و اون کانفیگ قبلی که دادید به همه قطع میشه و کانفیگ جدید رو میتونید استفاده کنید به همین راحتی. دکمه تمدید سرویس هم اگه سرویستون مثلا 30 روزه بود تموم شد دوباره بزنید و تمدید میشه. حذف سرویس رو اصلا نزنید چون که هیچ هزینه‌ای به شما برگشت داده نمیشه. پس دقت کنید حذف سرویس اصلا نزنید. روی تایید اصلا نزنید و دکمه انصراف رو بزنید. این بود بخش پنل مدیریت کانفیگ و همین راحتی و آسونی. خب حالا از ربات خارج میشیم و وارد برنامه ویتوره انجی میشیم و روی دکمه به اضافه میزنیم. گزینه دوم پیکربندی را از کلیپ بورد وارد کنید رو میزنیم و کانفیگ برای ما آماده میشه. روی 3 نقطه میزنیم، تغییر واقعی همه پیکربندی رو میزنیم. اگه این گوشه علامت سبز رنگ یا نوشته سبز رنگ اومد یعنی اون کانفیگ کاملا سالمه، اما اگه قرمز رنگ اومد یعنی اون کانفیگ دیگه قابل استفاده نیست. همینطور که میبینید سبز رنگه و میتونیم از این کانفیگ استفاده کنیم. خب حالا فیلتر شکن رو روشن میکنیم و از VPN میایم بیرون. و حالا تست سرعت داخل یوتیوب و اینستاگرام. اول از همه با برنامه یوتیوب شروع میکنیم. وارد برنامه یوتیوب شدیم. این از آیکون یوتیوب و همینطور که میبینید اول از همه وارد کانال خودمون شدیم و دکمه خانه یا صفحه اصلی رو میزنیم و اینجا آگهی داره. فیلتر شکنی که آگهی نداشته باشه حتی پولی هم باشه به درد نمیخوره. همینطور که میبینید با سرعت خیلی خیلی بالا داره عکس ها و فیلم های یوتیوب رو داره برام لود میکنه و میاره بالا با سرعت خیلی خیلی بالا، همینطور که دارید مشاهده میکنید. خب حالا از این برنامه میایم بیرون و بریم برای تست سرعت داخل برنامه اینستاگرام. روی آیکون اینستاگرام کلیک میکنیم و وارد برنامه اینستاگرام بشیم برای تست سرعت. خب وارد اینستاگرام شدیم. همینطور که میبینید سرعت بالا آوردن و لود کردن عکس ها و فیلم های اینستاگرام خیلی بالاست، همینطور که دارید مشاهده میکنید. اما بازم برای اطمینان بیشتر شما من یک فیلم رو میزنم پخش بشه. همینطور که میبینید بدون وقفه داره پخش میشه. خب میایم بیرون و این بود تست سرعت اینستاگرام با فیلتر شکن ویتوره انجی. اگه میخواید از لینکی که داخل دیسکریپشن هست کانفیگ بسازید حتما این فیلم رو ببینید تا یاد بگیرید چطوری از پنل مدیریتی استفاده کنید. 2 مدل روش ساخت کانفیگ داخل این فیلم گفته شده. و اما رسیدیم به آخر فیلم. اگه لطف کنید دکمه مشترک شدن رو همین الان بزنید. کلی ویدیو آموزشی داخل کانال گوشین و درفند براتون گذاشتم. لایک و کامنت یادتون نره. خدا نگهدار.